فراگمان دوم قسمت 80 سریال شربت زغال‌اخته. فاتح که تصمیمشو گرفته و میخواد با دعا دوباره ازدواج کنه، جلوی همه میگه من عاشق دعا هستم و میخوام از گورکم طلاق بگیرم. دیگه نمیتونم اونو تحمل کنم. بعدش توی اتاق میبینیم که فاتح به گورکم میگه هر چقدر پول بخوای من بهت میدم تا طلاق بگیری، که گورکم به فاتح میگه اینقدر دوستش داری؟ بعدش فاتح دوباره با دعا قرار میذاره و بهش میگه مقصرم به خاطر اینکه با این حال که هنوز دوست داشتم ولی سریع ازدواج کردم. مقصرم به خاطر اینکه این همه بلا سرت آوردم. مقصرم چون کاری کردم که ازم متنفر بشی. و دستای دعا رو میگیره و بهش میگه منو به خاطر همه چی ببخش. بعد میبینیم که آذرخش و عمر دوباره کنار همن و به هم لبخند میزنن. مشخص اون تلخی و ناراحتی که بینشون بوده از بین رفته و دوباره حسشون به هم برگشته. سولمز که رفت آمدهای فاتح و عمر رو میبینه، سر میز صبحانه رو به آذرخش و دعا میگه این همه وابستگی شما مادر و دختر رو به آنالها نمیتونم تحمل کنم و از اینکه دوباره بخوان به هم دیگه برگردن ناراحته. مری که از تهمتی که پنبه بهش زده بود ناراحت شده بود و عمارت رو ترک کرده بود، حالا عبدالله میره پیش مری و بهش میگه برای اینکه دلتو به دست بیارم هر کاری بخوای میکنم. گورکم که دوباره نقشه کشیده و نمیخواد فاتح رو از دست بده، این بار میره پیش حلیمه و بهش میگه برای اینکه ازدواجم رو نجات بدم بهم کمک کن. خونه، ماشین، همه چی بهت میدم. اینایی که سنجاق سینه پنبه رو وقتی که مادرش اونا رو برده بود طلافروشی تا بفروشتشون دیده بوده، اون رو از مادرش میگیره و به پنبه پس میده، ولی به خاطر اینکه مادرش لو نره به پنبه میگه اینو میخواستم بدم، برای همین سنجاق رو قایم کردم تا باهاش یه ست برات بگیرم. فراز که چند روزی رو به درخواست نورسما رفته پیش امام جماعت مسجد و هنوز دست از کاراش بر نداشته، رو به امام جماعت میگه آخر روز شما عین همید، یعنی از یه خاک درست شدید، و سعی میکنه تا نورسما و امام جماعت رو به هم ربط بده. آذرخش که از رابطه دوباره فاتح و دعا ناراحته به دعا میگه ببین چه خوب زندگی و نظم خودتو تشکیل دادی، الان دوباره همه چیز از اول به هم میزنی. دعا که چشش هیچی رو نمیبینه و دوباره خام فاتح شده میگه انگار یه آدم متفاوت جلوم نشسته و فاتح عوض شده. اگر از سریال خوشتون اومد لطفاً با لایک و ساب ما رو حمایت کنید. ممنون.